ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق و به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عباس خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت افطار میکرد چنین میگفت: اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. یعنی پروردگارا برای تو روزه گرفتم و از رزق داده ات افطار نمودم و از من آن را قبول نما، به درستی که تو شنوا و دانایی. روایت طبرانی. علما در شرح این حدیث میگویند هنگام افطار کردن دعا نمودن سنت است، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام افطار دعا نموده میگفت: پروردگارا برای تو روزه گرفتم و از رزق داده ات افطار نمودم و از من آن را قبول نما، به درستی که تو شنوای و دانایی. جایگاه نیت اصلا قلب است، اما حکمت به زبان ذکر نمودن برای جمع فکر و اندیشه بسیار موافق می باشد. برادر و خواهر ایمانیم، نیت در تمام عبادت ها خیلی مهم است. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ثواب عمل ها وابسته به نیت است. اگر انسان خاص برای خدا روزه و نماز و زکات بدهد، نیتش خاص برای خداوند باشد، ان شاء الله این عمل ها از او قبول می گردند و خداوند اجرش را می دهد. و اگر خدا نخواسته باشد کسی نماز خواند، روزه دارد یا زکات دهد، برای خود نشاندهی، برای مردم بگویند که وی سخی است، زکات می دهد، وی نماز می خواند، وی روزه می دارد، اگر نیت انسان این چنین باشد، بداند که هیچ ثواب از این عمل ها نمی گیرد. نه تنها ثواب نمی گیرد بلکه گناهکار می شود، برای آنکه این ریاکاری است. ریاکاری یکی از گناهان کبیره می باشد. پس شنونده عزیز، در همه عبادت ها باید اول نظر به قلب خود بکنیم که با چه نیت این عبادت را ما انجام داده ایستاده ایم. اگر خاص برای الله سبحانه و تعالی باشد پس خوش به حال ما، و اگر نیت برای خودنمایش یا برای دیگر چیز باشد پس ما باید نیت خود را درست بکنیم، خالص از برای خداوند همه عبادت های خود را انجام بدهیم تا این عمل ها مقبول بگردند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.